خب، بیایم ببینیم داستان شادی، رضایت و معنای زندگی چیه؟ این بحث برگرفته از کارهای دکتر آذرخش مکریه. تا حالا شده احساس خستگی یا بی‌انگیزگی کنین؟ یه حس خیلی آشنا، مخصوصا برای جوونا. جوابش اینجاست. ما برای شادی فقط یک کلمه داریم، اما در واقع 3 چیز کاملا متفاوته. اولیش لذته. همون حسای خوب لحظه‌ای، مثل خندیدن یا هیجان زده شدن. بهش میگن بخش هدونیک. دوم رضایته. این دیگه یه ارزیابی کلی از زندگیه. یعنی وقتی از خودتون میپرسین از جایگاهی که دارم راضیم. و سومین معنا، این حس که زندگیتون یه هدفی داره و فقط پوچ و بیخودی نیست. حالا نکته جالب اینه که این 3 همیشه با هم بالا و پایین نمیشن. مثلا بیایم پارادوکس پول رو ببینیم. یه تحقیق معروف از کانمن و دلتون به این عدد رسید. این مربوط به درآمد سالیانه تو آمریکای شمالی در سال 2010 است. بالاتر از این درآمد لذت‌های روزمره بیشتر نمیشد. اما جالبه که رضایت از زندگی همچنان بالا میرفت. پس پول بیشتر خوشی روزمره بیشتری نمیاره، ولی حس موفقیت رو چرا بیشتر میکنه. حالا یه سوال سخت. فرض کنین یه ماشینی هست که بهتون لذت مجازی بی‌نهایت میده. بهش وصل میشین؟ جالبه که بیشتر آدما میگن نه. زندگی واقعی رو با همه سختیاش ترجیح میدن. به قول یه نظریه پرداز، لذت برای اینکه ادامه پیدا کنه به مانع احتیاج داره. ما دنبال چالشیم. خب حالا با این دیدگاه میتونیم یه پدیده خیلی شایع رو بهتر بفهمیم. فرسودگی و افسردگی. یه روانشناس به اسم پیتر لوینسون یه استعاره جالب داره. افسردگی رو یه جور ورشکستگی روانی ببینین. مثل یه بیزنسی که تو بحران هزینه‌های اصلیش رو قطع میکنه. در نتیجه فرو میریزه. افسردگی هم همینه. یه جور ورشکستگی لذت. وقتی حالمون بده از چیزایی که خوشحالمون میکنه میزنیم. خودمون رو منزوی میکنیم، سرگرمیامون رو ول میکنیم، در واقع خودمون رو از منبع انرژیمون قطع میکنیم. خب پس چطور این چرخه رو بشکنیم؟ راه حلش شاید برعکس اون چیزی باشه که فکر میکنین. جواب اینه: جرأت کن سطحی باشی. یعنی به جای فکر و خیال عمیق باید از یه جای خیلی ساده شروع کرد. همین هیجان‌های مثبت کوچیک مثل استارت ماشین عمل میکنن، حتی اگه خیلی پیش پا افتاده به نظر بیان. تحقیقات نشون میده همین حسای خوب کوچیک چند ساعت بعد باعث میشن کارهای مفیدتری انجام بدیم. در واقع این استارت کوچیک لذت موتورهای بزرگتر رضایت و معنا رو هم راه میندازه. پس باید با یه هیجان مثبت شروع کرد که پتانسیل پاداش‌های آینده رو هم داشته باشه. حالا از خودتون بپرسین، امروز اون لذت کوچیک و سطحی که میتونه استارت شما باشه چیه؟